پیش از برگزاری انتخابات آلارم‌ها و نشانه‌هایی پیدا شد که دشمن برای این انتخابات ویژه برنامه‌ریزی خاصی داره و در صدد هست که این انتخابات رو با چالش‌هایی روبرو بکنه که مردم رو به کف خیابان بیاره و به بهانه تقلب در انتخابات اونها رو در برابر نظام و انقلاب قرار بده. در انتخابات 88 اگر به صرف اینکه یک انتخابات داره برگزار میشه و اتفاقاتی که افتاد در حقیقت بیایم اون رو فقط دعوای دو تا جناح یا دو یا سه تا کاندیدا برای رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری ببینیم که ظاهر قضیه این بوده که این در حقیقت با اون واقعیت قضیه خیلی فاصله داره. اون چیزی که اتفاق افتاد در حقیقت اون فضایی که شکل گرفت محصول یک برنامه‌ریزی بود که حداقل یک دهه سابقه داشت و از 10 سال قبل اتاقهای فکر در ایالات متحده با همکاری همپیمانان خودشون این رو طراحی کرده بودن برای فضای داخلی ما و همچنین ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی. آیا واقعا اون مستندی که درست شد و اون خبرنگاری که خودش هم آمریکایی بود بعداً شیعه شد، خانم هاشمی، مرضیه هاشمی، که اون مستند درست کرد و ثابت کرد و بعداً هم مشخص شد که اصلا ندا آقا سلطان چطوری کشتن، چگونه کشته سازی کردن و از این مباحث دیگر. اصلا اینا مراسم برای کسی گرفتن، رفتن خونه کسی تسلیت گفتن که نمرده بود. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که به عنوان سکاندار انقلاب و ناخدای کشتی انقلاب بوده، از ماه‌ها قبل از برگزاری انتخابات این هشدارها رو به مردم داده که مردم هوشیار باشن و مردم آگاه باشن. شاید برای اولین بار بود که قبل از انتخابات پی در پی برخی از سیاسیون خاص موضوع تقلب در انتخابات رو مطرح می‌کردن و حتی گاهی مواقع خواستار ناظرانی بودن خارج از شبکه قانونی که در روند برگزاری انتخابات بخوان نظارت بکنن. این یعنی نقشه برای انتخابات پیشرو. یکی از تفاوت‌های انتخابات‌های فعلی با انتخابات‌های گذشته تو همین وجود ستادهای انتخاباتیه. انتخابات‌های اخیر انقدر بحث فضای مجازی و اینها پررنگ شده، ستادها یه ذره از اون تب و تاب افتاده. اما تو انتخابات‌های گذشته، خصوصا همین انتخابات سال 88، وقتی عنوان ستاد میدیم به یک جا، یعنی محل تضارب آراء بسیار شدید، محل حضور رفت آمد تعداد خیلی زیادی از مردم، محل گفتگو، محل تصمیم گیری های مهم. ستاد مرکزی مورد تایید دکتر احمدی نژاد تو انتخابات سال 88 اینجا بود. ما 5-6 نقطه ستاد داشتیم، تو شیوا ستاد داشتیم، کنار کارگاه هنرستان ستاد داشتیم، تو باقرآباد ستاد داشتیم، تو خیابان معلم ستاد بود. اینا ستادهای مختلفی بود که وجود داشت، ولی یکی از مهمترین ها، شاید بشه گفت مهمترین ستادی که وجود داشت اینجا بود. و خب توی انتخابات 88 کارناوال های پیاده هم خیلی داشتیم. بسیاری از مواقع اتفاق می افتاد تو اون یک هفته، خصوصا تبلیغات، که اعضای به اصطلاح فلان ستاد یک کاندیدایی حرکت دسته جمعی میکردن به طرف محل ستاد فلانی و بعد اونجا شروع میشد بالاخره شعارهای انتخاباتی و شبه انتخاباتی دادن و نظایر این. طراحی کردن برای جمهوری اسلامی که در 3 فاز معروف شد به سند 2020. یعنی قرار بود میوه‌شو در سال 2020 بچینن در 3 فاز، که فاز اولش تو سال 78 بعد پرده برداری میشد، مرحله دومش دهه دومش در سال 88 و مرحله سومش در سال 98 بود که
در یکی از اتاقهای فکر آمریکا با حضور جورج سوروس، مایکل لیدین و جین شارپ و همچنین کون تیمرمن، پاتریک لارسن تصمیم گرفته شد که این طرح در ایران پیاده بشه. قرار بود که برای اجرای این طرح اولین قدمی که اینها برمی‌دارن بحث استفاده از روشنفکران و همچنین افراد تاثیرگذار در جامعه ایرانی. تمام دشمن در یک جبهه قرار گرفته بود، از ملی مذهبی ها تا بهایی ها تا سلطنت طلب ها تا منافقان و قطعا هم پرچمدار این فتنه امریکا، استکبار جهانی، شیطان بزرگ و در کنارش هم اسرائیل و سایر دول مستکبر بودن و فتنگران پادوهای اونها بودن که اونها طراحی میکردن و اینها عملیاتی میکردن. مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه این شرایط در واقع ویژگی‌های فتنگران رو بیان میکنه، میگه که تنطق فیها الظلمه، یعنی ستمگران از اینا حمایت میکنن، برای اینا نوت میکنن، سخنرانی میکنن. شما الان بیایید بررسی کنید که جریان‌های سلطه‌گر جهان از آمریکا گرفته تا سایر سلطه‌گران به صراحت آمدن میدان و از اینا حمایت کردند و کمک کردن، کمک مادی، کمک تسلیحاتی. لذا این جریان و در واقع فتنه بود. یه اشتباه دیگر هم خیلی میخوان اینو بهش تسری بدن که اونهایی که اومده بودن تو خیابون همشون فتنه‌گر بودن. نه خیر، این نبود. اون کسایی که اومده بودن قاطبه اونها کسایی بودن با اون کاندید رأی داده بودن. تو ذهنشون هم ببیشه در شهر تهران این بود که ما جمعیت بیشتری رأی دادیم. راست میگفتن. خب رأیتون هم خوندن. شما در تهران، در شهر تهران رأی شما بیشتر بود، در استان تهران نه، در شهرهای دیگه نه. انتخابات همه جا همینطوریه. نمایش از اینجا شروع شد. برای اینکه اصلا کلا داستان رو به هم بزنن و تشکیک کنن در انتخابات، از ابتدای کار همینجور شروع کردن. آقا اگر انتخابات آزاد باشه مردم به ما رأی میدن، اگه فلان باشه، یعنی یه جوری فضا رو سازماندهی کردن که انگار نتیجه اگه غیر این بیاد و مردم به هر کس دیگری رأی بدن، پس درش تقلب شد یا درش آرای مردم رو مثلا محوش کردن. این تیپ کارهایی که عموما در غرب در ساماندهی این شیوه تبلیغ حرفه‌ای هستند دیگه و اینا خب معمولا آبشخور عقایدشون همینجوری. خب طبیعیه که کسی که رأی بیاره رئیس جمهور میشه، حالا یا رهبر میشه، حاکمیت رو به دست بگیره با رأی موافقینه، عده‌ای که با اون موافقن. خیلی هم رأی نمیدن، مثلا فرض کن یه اقلیتی اونا هم مخالف او هستن و معتقدن که فرد دیگر اصلحه مثلا. خب این مشکلی نیست، اون شخص انتخاب میشه. لذا بدون موافقت مردم حاکمیت نمیشه اصلا به وجود بیاد. خب اینا موافقین. یه عده مخالفن، همونطور که عرض کردم اصلا مخالف نظامن، مخالف اعتقاداتن اینها. خب اونا هم دارن زندگی میکنن، اونا مشکل ندارن، اونا هم خب از نظر شما مسئله ای نیست. اما یه عده معاندن. فتنه‌گر کسی است که معاند یعنی کسی که هدفش از تظاهر و هدفش از آشوب براندازی نظامه. دشمنان نظام جمهوری اسلامی مایل نبودن که این انتخابات اینقدر با شور ایجاد بشه که آقا حماسه فرمودن. اصلا بنا نبود. اونا دوست داشتن که اصلا انتخابات بسیار عرض بزرگ شما بشود که ضعیف اجرا بشه. در حقیقت اینا اومده بودن با هم زدن زمین بازی و اعتراض به داورها و غیره و این در حقیقت به هم زدن همون مکانیزمی که خودشون اگه انتخاب شدن از دل همین مکانیزم انتخاب شدن. این چیزی غیر این، اگر آقای خاتمی انتخاب شد از دل همین شیوه بوده، اگر آقای مثلا هاشمی انتخاب شد از دل همین شیوه بوده، اگه بعد آقای روحانی انتخاب شد همین شیوه است، اگر آقای پزشکیان انتخاب شده. ما شیوه انتخابات ما که تغییر نکرده. اون این نمیشه که شما هر وقت باب ملتون باشه بگه عالی، مردم فهمیدن که باید یه دگرگونی ایجاد بشه، یه تغییری ایجاد بشه، یه تحول ایجاد بشه. هر وقت شما رأی نیاری بگید
خلاف شده، نمیدونم تقلب شده فلان. انتخابات 22 خرداد 1388 یکی از باشکوه‌ترین انتخابات نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده. فارغ از این که چه کسانی در این انتخابات شرکت کردند یا چه کسانی رأی آوردن، میزان مشارکت 85% در این انتخابات در نوع خودش برای انقلاب اسلامی کم نظیر بوده. دعوا سر جمهوری اسلامی نیست، دعوا سر ایرانه. اگر به مصاحبه های خانم هیلاری کلینتون دقت بکنید، اونجا اشاره کرده که ما برای حوادث 88 در داخل ایران نزدیک 5000 نفر رو آموزش داده بودیم. خب این 5000 نفر کجا آموزش دیده بودن؟ اونها همونهایی بودن که در همین کلاس ها و آموزش هایی که در داخل دانشگاه ها انجام میشد، در دانشگاه های مهم کشور، جلوی چشم همه ما، نه به عنوان براندازی، با عناوین مختلف مثل چگونه زیستن در جامعه مدنی، دموکراسی، حقوق بشر و اینطور موارد. منتها محتوای کلاس آموزش نافرمانی مدنی بود. هر فتنه‌ای که به وجود میاد در هر کشوری دو گروه نقش دارن. یکی خواصن، خواص فریب خورده، خواص مردود، خواصی که سابقه بسیار درخشانی دارن. فتنه اینه که خیلی فتنه نامعلوم، شناختنش مشکله. ما در ایران هم دیدیم کسانی که حتی یاران امام بودن، سالها در زندان بودن و به عنوان خواص بودن، تو این مملکت ما مسئولیت هایی داشتن، اونا آمدن از جریان فتنه حمایت کردن. این مسئله خیلی مشکل بود که خیلی ها نمیتونستن تشخیص بدن. گفتن خواه این عده به عنوان نیروهای ارزشی و انقلابی و اینجور میگن، جریان دیگری هم هست اونا هم ارزشی و انقلابی و اونا هم پس از فتنه‌گران حمایت میکنن. یعنی عامل اصلی بروز فتنه در هر کشوری خواص مردود و خواص منحرف است که عامله. گروهک‌های گوناگون با تابلوهای خود، با شعارهای خود همه فضا رو پر کرده بودند. دانشگاه را هم در قبضه خودشون در آورده بودند و خیال می‌کردند که گیلان متعلق به اونهاست. مردم مؤمن گیلان بدون کمک هیچ دستگاهی و ارگانی، همین جوانهای مؤمن و انقلابی وارد صحنه شدند، پرچم اسلام را، پرچم توحید را، پرچم انقلاب را در اونجا برافراشتند. همه اینها رو از صحنه بیرون کردند. در همین مرکز استان یعنی شهر رشت نقاطی بود که فتنه‌گران در اونجا جمع می شدن، نقاطی بود که در اونجا فتنه‌گران تعرض به بیت المال می کردن. فلکه گاز یا میدان گاز یکی از محل اجتماعات در رشت بوده. دانشگاه یکی از کانونهای هدف برای دشمن بوده. لذا دیدید که در خود همین مرکز استان هم در دانشگاه جمعی از دانشجویان فریب خورده هم اونجا اجتماع داشتن. بنده اون موقع سازمان ملی جوانان بودم در خیابون همین فلکه گاز نزدیک به دانشگاه علوم پایه. هیچ وقت یادم نمیره سر او کوچه‌ای که اداره به اصطلاح سازمان ملی جوانان بود، سر او کوچه می اومدن وا میستادن، بخشی از درگیری هایی رو که توی دانشگاه علوم پایه اتفاق می افتاد، یه عده جرأت جسارت به همه مقدسات رو پیدا کرده بودن و درگیری بود. بعد توی حاشیه خیابون‌های حاشیه تجمعات اتفاق می افتاد. بسیاری از حوادث داستان فتنه 88 تو رشت تو فلکه گاز و حوالی اون رخ داد و علتش هم وجود دانشگاه، وجود ستادهای موسوی و نظایر اینجا بود. یکی از اماکنی که تو اون مقطع خیلی فعال بود و به علت حضور یکی از عناصر انقلابی ما تو رأسش خیلی از جریانات از اینجا پوشش داده میشد، ساختمان پشت سر حقیقی که اون موقع سازمان ملی جوانان بود. ما الان
سازمان ملی جوانان در تربیت بدنی ادغام شد و وزارت ورزش جوانان رخ داد. اون موقع سازمان مستقلی بود و خیلی از جلسات، خیلی از بیانیه ها، خیلی از اتفاقاتی که چطور بالاخره بشه کمک کرد به جریان انقلاب اینجا تصمیم گیری میشد. شاید در طی چند ماه جلسات متعددی اینجا برگزار شد. رویش های انقلاب هم در اینجا شکل گرفتن و اون رویش ها یه نفر مثل سید اسماعیل سیرت‌نیا بود. مردانه اومد وسط که انه یک لشکر، خودش یک لشکر بود اصلا، یه تنه میزد به خط و میرفت روشنگری میذاشت، میرفت تبیین میکرد، میرفت برنامه‌های مهم میذاشت. در زمان فتنه حتی تو تهران هم چندین بار تا مرز شهادت رفته بود. قاصد اسماعیل دو بخش میدانی و بصیرتی تو اون سال و سالهای دیگه، حالا اون سال چون حجم فعالیت بیشتر بود، چون حجم کار دشمن بیشتر بود، فعالیت بسیار چشمگیر داشت، دعوت از سخنران‌های متعدد، از بحث‌های خیابانی گرفته تا تشکیل جلسات مختلف بصیرتی رو بالاخره به عهده می‌گرفت و کار می‌کرد. آقا حامد هم به همین گونه، هم تو بحث‌های مدیریتی حضور جدی داشت، البته چرا خاموش، جوری که با اخلاصش و با اون فضای به قول معروف گفتنی ارتباط دلی با خداش تغییر صورت نگیره. هیچ وقت یادم نمیره تو یکی از همین درگیری ها به حدی حجم درگیری زیاد شده بود و یک موتور سواری از یکی از این کوچه ها تو گلسار می اومد و فحاشی میکرد، خیلی فحش های رکیک که شاید هر مرد با غیرتی ناراحت بشه از شنیدن اینها. و بعد هم چون موتور داشت و اونجا جمعیت همه پیاده بودن، این سریع فرار میکرد و تو یکی از این بالاخره چندین بار رفت و برگشتش طاقت یکی از دوستان طاق شد و این هم اقدام به مقابله به مثل کرد و شروع کرد به فحش دادن و آدم ارزشی اینجور جاها خودش رو نشون میده. بلا فاصله ایشون دهن اون بنده خدا رو گرفت و این جمله هیچ وقت از ذهنم نمیره، گفت برادر سپاه امیرالمومنین فحش نده. معاند محاربه که باید با او برخورد کرد. معاند محارب یعنی اعتقاد داره که باید این حکومت رو نابود کرد و محاربه و جنگ میکنه، عملا میاد میدان. این دیگه قابل تحمل نیست. فتنه‌گران سال 88 همینجور بودن، یعنی شعارشون این بود که انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است. آمدن بر علیه مقدسات شعار دادن. میگفت آقا شما که ادعا ندارید، شما بیایید 10% از این آرا، 20% از این آرا رو صدا و سیما دوربین بذاره، همه رو ثبت کنید، صندوق‌های رو رندومی باز کنید بشمارید. 8 ماه کشور دوچار یعنی واقعا روزای سختی بود، واقعا روزای سختی بود. بریزن تو خیابان شعار بدن و به امکانات اماکن دولتی خصوصی اقتصاد کشور مردم ترس دلهوره. کسی عرض به حضور شما بشود تو خیابونا بیاد میخواد کاسبی بکنه، کار بکنه، رفت آمد بکنه، یک حالت فوق‌العاده ترس و وحشت ایجاد شده. بعد مهمترین نقطه تو شهر توی روزهای ابتدایی داستان فتنه 88 همین میدان و همین محوطه اطراف دانشگاه علوم پایه دانشگاه گیلان بود، یعنی دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان بود که خیلی اتفاق افتاد. محل فراخوان‌ها و تجمع اینجا بود. شاید روز دوشنبه که فردای حوادث اولیه بود، ما اینجا مجددا یه تجمع خیلی سنگین بودن، مثلا خیلی سنگین عرض میکنم، نه به نسبت جمعیت رشت، به نسبت اون که میتونه برهم زننده نظم باشه. 300-400 نفره رو داشتیم که از همینجا حرکت کردن به طرف درمانگاه امام سجاد و
شعارهای خیلی تند و رادیکالی میدادن و اونجا مجددا یک درگیری سنگینی صورت گرفت. خواسته چی بود؟ ابطال انتخابات. برای چی؟ میگفتن نه تو صندوق اتفاق نیفتاده، سیب زمینی دادن قبل انتخابات مردم. از ماه‌ها قبل انتخابات عدم اعتماد به روند برگزاری انتخابات رو بر زبون‌ها جاری کردن. سایت‌های خبری، شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی پر شد از شبهاتی رو که پی در پی مطرح می‌کردن. ما در روایات زیادی داریم. زمان ائمه در جریان فتنه انسان باید ببینه که نظر امامان چیست، نظر معصومین چیست. در زمان غیاب تنها راه نجات از فتنه تبعیت از رهبر معظم انقلاب، از ولی فقیه، که انسان باید ببینه که اگر واقعا ما مردم ایران یک عامل مهمی که سبب شد تونستن این فتنه بسیار خطرناک رو، یعنی فتنه‌ای که همه مخالفین جمع شده بودن، یه جنگ نرم و یه کودتای نرم و مخملی بود برای سقوط نظام. جاری چون رود روان، سبزیم چون جنگل و دشت، سرخیم چون خون شهید، ماییم ما مردم رشت. هستیم چون سرو روان در راه حفظ وطن، یک روز قبل از 9 دی این شهر پوشید کفن. یوم الله 8 دی حزب الله، 8 دی میبندیم یه عهدی انشاءالله. 8 دی ما هم وطن غارب و اسلم، ما پای این پرچم پیش چش عالم با فتنه جنگیدیم. ما از دیار سبز کوچک خان، از خطه گیلان چون بهجت خوبان، از نسل توحیدیم. هستیم چون سرو روان در راه حفظ وطن، یک روز قبل از 9 دی این شهر پوشید کفن.